قبل از اینکه بحث اکسیدنتال سیکنس رو شروع بکنم نکته رو بگم خدمت شما. حجم مطالب خیلی زیاد هستش. من خودم پیش بینی میکنم که توی یک جلسه خیلی موضوعات ممکن هستش که میس بشه و توضیح داده نشه، ولی شما این رو در نظر بگیرید. مثل در حقیقت کلاسی که دیروز داشتیم، من تمام تلاشم رو دارم میکنم که با اصطلاحات، با اتفاقاتی که میفته، با یک سری نکات کلیدی آشنا بشید که راحتتر و بهتر بتونید متن اصلی رو مطالعه بکنید و شروع کنید به جواب دادن سوالات و تست ها. در نتیجه اون چیزی که امروز صحبت میشه در موردش و در حقیقت توضیحات میدم خدمتتون، اینها هیچ موقع نمیتونه جایگزینی برای متن اصلی یا جایگزین به آموزش عاملی باشه برای اینکه بتونیم ملاک و مبنای شرکت در امتحان قرارش بدیم، بلکه یک محتوای کمک آموزشی میتونه باشه که یک سری از موضوعاتی که ممکن هستش که ما برامون ایجاد مشکل بکنه، ایجاد این رو بکنه که نتونیم در حقیقت بینشون یک تفاوت‌هایی رو بین یک سری اصطلاحات و یک سری اتفاقات قائل بشیم، کمک میکنم که بتونیم اینها رو راحت‌تر باهاش در حقیقت در متن اصلی بتونید باهاش راحت‌تر ارتباط برقرار بکنید. قبل از اینکه وارد اسلایت ها بشیم، یک نکته رو میخواستم بگم خدمتتون. ما در قراردادهای بیمه یک ساختاری رو داریم که این ساختار تشکیل شده از یک در حقیقت ترمهای قرارداد، یعنی در حقیقت اونها همون بندهای قرارداد هستن، و یک قسمت دیگری ما داریم تحت عنوان رایدر. این مهم هستش که ما این رو آشنا باشیم باهاش که زمانی که در متن قید میشه ترم چی هست، رایدر وقتی میگیم چی هستش. ترم که همون بندهای قرارداد هست، در حقیقت خود قرارداد اصلی بیمه است، حالا از هر نوعی میخواد باشه. و رایدرها در حقیقت اون موضوعات اضافه تری هستش که سوار قرارداد اصلی میشه. به عنوان مثال، من میام یک قرارداد بیمه عمری رو میگیرم، روی این قرارداد بیمه عمر میام یک رایدری تحت عنوان AD&D اضافه میکنم. حالا جلوتر در مورد تک تک اینها اطلاعات میدم خدمتتون که AD&D چی هست. AD&D میگه Accidental Death and Dismemberment، یعنی اینکه اگر فرد در اثر حادثه فوت بکنه یا دچار نقص عضو بشه، در اون حالت هم دوباره بهش یک سری پرداختی هایی رو اون بیمه انجام میده. این موضوعات در متن اصلی بیمه نامه نیست، بلکه یک چیزی هستش که به بیمه نامه اضافه میشه. رایدرها کی میتونن اضافه بشن؟ در زمانی که پالیسی داره صادر میشه میتونه اضافه بشه. به ندرت ما میتونیم بعد از اینکه پالیسی صادر شد رایدری رو به بیمه نامه اضافه بکنیم. این رایدرها میتونن خودشون در نفس یک قرارداد مجزایی باشن که به صورت رایدر اضافه میشه، یا یک بنفیت تکمیلی باشه که روی قرارداد اضافه میشه، یا یک سری سرویس ها و خدمات دیگری باشه که توسط رایدر اضافه میشه. پس ترم میشه اون چیزی که در خود قرارداده، رایدر اون چیزی که ما به قرارداد اضافه میکنیم. در حقیقت ما اضافه نمیکنیم، زمانی که اپلیکیشن داره صادر میشه اونها هم بهش اضافه میشه. الان من اسکرین رو شیر بکنم. میخوایم در ابتدا در مورد به طور کلی فاوندیشن بیمه صحبت بکنیم. عذرخواهی میکنم. اولین نکته که لازم هستش که ما اینجا در مورد تفاوت بیمه های اکسیدنتال سیکنس، ببخشید،
در مورد تفاوت بین بیمه های اکسیدنتال سیکنس و بیمه های لایف لازم هستش که ما یک موضوع کلی رو بدونیم. بیمه های لایف بیمه هایی هستن که در زمانی که فوتی اتفاق میفته پرداختی انجام میدن. اما بیمه های اکسیدنتال سیکنس بیمه هایی هستن که در زمان حیات فرد بهش پرداخت میکنن. مواردی که وجود داره چند مورد هستش که به صورت موارد خیلی کلیه که مهمترینش مبحث دیسابیلیتیه. یعنی اگر فرد توانایی کار کردنش رو از دست داد بهش پرداخت بکنن. در پله های بعدی بیمه های کریتیکال ایلنس قرار میگیره و بیمه های بعدی. چون بیمه دیسابیلیتی بیمه بسیار مهمی هستش، مهمترین نیاز افراد این هستش که در زمانی که توانایی کار کردن رو از دست میدن درآمد داشته باشن. به خاطر همین موضوع قسمت عمده و بزرگی از کتاب اکسیدنتال سیکنس حول موضوع دیسابیلیتی میگرده و موضوعاتی هم داره که توش در جهت موضوعات چالشی هم هست. پس یادمون باشه بیمه های اکسیدنتال سیکنس بیمه هایی هستن که در زمان زنده بودن به افراد پرداخت بکنن. اما بیمه های لایف بیمه هایی هستن که بعد از فوت به بازماندگان پرداخت میکنن. در حقیقت هر دو برای یک نیاز حفاظت مالی ایجاد شدن. اکسیدنتال سیکنس برای حفاظت مالی بیمه شده در برابر اتفاقات طراحی شده و بیمه های لایف برای حفاظت اعضای خانواده در زمان بروز فوت طراحی شده. بیمه ها از نظر نوع بیمه از نظر صدور بیمه از نظر نوعی که دارن بیمه های اکسیدنتال سیکنس به 3 دسته کلی تقسیم میشن. این 3 تا دسته رو شما در امتحان قطعا ازش سوال خواهید داشت. این 3 تا دسته بیمه های cancelable، بیمه های guaranteed renewable و بیمه non-cancelable که در اصطلاح بهش بیمه نانکن هم گفته میشه تقسیم میشن. در حقیقت بیمه حالا اینها چجوری هستن، چی دارن میگن؟ بیمه cancelable بیمه هستش که مثل بیمه ماشینه. یعنی که بیمه اون اینشورر، شرکت بیمه گذار تمام قدرت و توان این که به صورت یک جانبه بخواد بیمه رو کنسل بکنه، حق بیمه رو بخواد افزایش بده یا هر تغییر دیگری بخواد در متن بیمه نامه، در میزان پوشش ها، در متن بیمه نامه نمیتونه تغییر بده، در میزان پوشش ها در حق بیمه ای که داره میگیره میتونه کاملا تغییرات ایجاد بکنه و هیچ نوع گارانتی برای فرد بیمه شده توش وجود نداره از نظر میزان پوشش. مثال شرح کردم خدمت شما، مثل بیمه ماشین. من وقتی تصادف بکنم، وقتی که خسارت بگیرم از بیمه ماشین، به راحتی میتونه بیمه من رو در سررسید تمدید افزایش بده، حق بیمه من رو، پرمیوم رو افزایش بده. و در نقطه مقابل اگر من زیاد خسارت به بیمه وارد بکنم، اصلا میتونه بیمه من رو کنسل بکنه، بگه من دیگه نمیخوام شما رو، من دیگه شما رو بیمه نمیکنم. البته کنسل کردنشون و تمام این تغییراتی که میتونن انجام بدن بایستی با یک نوتیس 30 روزه انجام بشه. یعنی یه نوتیس میدن، میگن که از 30 روز آینده برای شما ما این افزایش رو خواهیم داشت، یا 30 روز آینده بیمه شما کنسل خواهد شد. حالا خیلی مهم نیستش که تارگتش چه کسانی میتونن باشن، موضوع مهم این هستش که شما بدونید که این بیمه کنسلبل به این شکله. نوع دیگری از بیمه گارانتید رینیوبل، یعنی شرکت بیمه الان اینجا یه مقدار چیز میشه، یه سری گارانتی ها به وجود میاد و لازم هستش که خب طبیعتا بابت این گارانتی که به وجود میاد بیمه شده حق بیمه بیشتری پرداخت بکنه نسبت به بیمه کنسلبل. این بیمه های گارانتید رینیوبل میگه که من تعهد میکنم که بیمه شما رو کنسل نکنم.
یعنی نگم که چون زیاد خسارت دیدی، چون زیاد بیمار شدی، چون شرایط سلامتیتون عوض شده، چون محل سکونتتون عوض شده، چون شغلتون تغییر کرده، من بیمه شما رو کنسل میکنم و دیگه باهاتون ادامه نمیدم. در حقیقت حق کنسل کردن یک جانبه از بیمهگر که همون اینشورر هست، شرکت بیمه، سلب میشه در این بیمه ها. اما شرکت بیمه این حق رو در بیمه های گارانتید رینیوبل برای خودش محفوظ نگه میداره که لازم بود حق بیمه رو افزایش بده. و مدل سوم بیمه های نان کنسلبله. شرکت بیمه در این بیمه ها هیچ حقی در مورد کنسل کردن بیمه یا افزایش نرخ حق بیمه نداره و اصولا بیمه های نان کن بیمه های گرونتری هستن. به ترتیب ما از کنسلبل میریم به گارانتید رینیوبل، از گارانتید رینیوبل میریم به نان کن. مقدار تعهدی که داره میفته رو گردن شرکت بیمه، رو دوش شرکت بیمه میفته، داره افزایش پیدا میکنه. مقدار اطمینان خاطر و میزان در حقیقت محکم بودن قرارداد افزایش پیدا میکنه و همینطور حق بیمه ای که داره برایش محاسبه میشه هم حق بیمه بالاتری هستش، چون هزینه بیشتری برای شرکت بیمه خواهد داشت. موضوع بعدی که لازم هستش حتما در موردش بدونید، افراد در شغلهای مختلف که کار میکنن از نظر اینکه بیمه های دیسابیلیتی چگونه با اینها نگاه میکنه بهشون و چگونه بررسی میکنه، در 3 دسته شغلی کلی قرار میگیرن. این 3 دسته کلی شغل own occupation, regular occupation and any occupation هست. همونجوری که از اسمش مشخصه، اون فردی که اون اکوپیشنه فردی هستش که به غیر از اون شغلی که داره هیچ نوع فعالیت دیگری نمیتونه انجام بده. اگر کوچکترین اتفاقی باعث بشه که توانایی کار کردنش رو از دست بده، دیگه نمیتونه کار دیگه ای نمیتونه انجام بده. مثال، یک نفری که مثلا چیز هستش، یه جراح کاری که میکنه این هستش که میره تو اتاق عمل جراحی میکنه و در کنار جراحی که انجام میده، به عنوان مثال داره توی دانشگاه علوم پزشکی هم داره تدریس هم انجام میده. خب این جراح اگر به عنوان مثال مچ دستش دچار آسیب بشه، خب دیگه نمیتونه جراحی بکنه. این خطر بیشتری داره، یعنی طبیعتا یه ریسک های بیشتری رو برای شرکت بیمه ایجاد میکنه. مورد آخر any occupation. any occupation یعنی که هر کاری میتونه انجام بده. یک نفری که یک کارگر ساده‌ای که داره به عنوان مثال توی یک انبار داره کار میکنه و وظیفش این هستش که یک سری بارهای سنگین رو جابجا بکنه، یا مثلا جابجایی، کار جابجایی چیز رو داره انجام میده، یک سری قطعات رو داره انجام میده. این فردی هستش که any occupation، چون اگر نتونه این قطعات رو جابجا بکنه، به عنوان مثال دچار کمردرد شد، خب میتونه بره تلفن جواب بده، میتونه یه کار دیگری انجام بده. و رگولار اکوپیشن افرادی هستن که بینابین این دوتا هستن، یعنی نه اینی اکوپیشنن که هر کاری بتونن بکنن، نه اون اکوپیشنن یعنی یه تخصصی دارن، یعنی تو یک زمینه ای تخصص دارن، اما تخصصشون اونقدر به قول معروف شارپ نیستش که بگیم که الا و لابد حتما بایستی جراحی بکنه. مثال، من و شما، ما خودمون رگولار اکوپیشنیم، تخصصی رو داریم و این تخصص های ما باعث میشه که یک سری کارهای حرفه‌ای رو انجام بدیم، اما دلیل بر این نمیشه که من نتونم کار دیگری انجام بدم، کار دیگه هم میتونم انجام بدم. خب بیمه های دیسابیلیتی در برخورد با این 3 دسته شغلی مدل های متفاوتی رو عمل میکنن.
به عنوان مثال در اون اکوپیشن میگه اگر جراح، فردی که در دسته اون اکوپیشن قرار گرفته، نتونه فعالیت های روزانش رو انجام بده یا نتونه اون کاری رو که انجام میداده انجام بده، اگر چه که رفته داره یه کار دیگه ای انجام میده. مثال، فرد جراحه، کارش هم جراحیه، میگه تو اون زمانی که نمیتونه جراحی بکنه داره میره دانشگاه هم تدریس میکنه، میگه حقوق جراحیش رو نمیگیره، یه درآمد دیگری داره، میگه من هیچ کاری به این ندارم که درآمد دیگری داره. عینا اون عددی رو که متعهد هستم در مورد شغلش بهش پرداخت بکنم در زمان دیسابیلیتی بهش پرداخت میکنم. بیمه های در حقیقت دسته رگولار اکوپیشن، یعنی بیمه اگر به صورت رگولار اکوپیشن صادر شده باشه، شرکت بیمه این رو در اصطلاح بهش میگه دلار فور دلار. فردی که رگولار اکوپیشن هست اگر بتونه به عنوان مثال در زمانی که دچار دیسابیلیتی شده به ازای هر دلاری که خارج از شغل خودش داره به دست میاره، از بنفیتی که بهش پرداخت میشه کسر میشه. و ایمنی پایینتر هم برای any occupation هست و any occupation میگه که اگر فرد بیمه شده در زمانی که دچار دیسابیلیتی هست حتی اگر $1 هم درآمد داشته باشه، این درآمد ممکن از یک کار دیگه ای باشه، ممکن از، حالا میگم، از یک پسیو اینکامی باشه، میگه در اون صورت من هیچ چیزی بهش پرداخت نمیکنم. پس چطور شد اون اکوپیشن؟ اگر بیمه در زیر دسته اون اکوپیشن بیفته، شرکت بیمه اگر فرد جای دیگه هم کار بکنه به غیر از اون کار اصلی خودش، باز هم در زمان دیسابیلیتی بهش پرداخت میکنه. رگولار اکوپیشن به ازای هر $1 که داره خارج از شغل خودش در زمان دیسابیلیتی به دست میاره، از بنفیتی که میخواد بهش بده کسر میکنه. و any occupation در زمان دیسابیلیتی اگر حتی $1 هم فرد از جای دیگری به دست بیاره بهش هیچ چیزی پرداخت نمیکنه. من الان میخوام اینجا یک نفر به من بگه که به نظر شما حق بیمه این بیمه ها چه تفاوتی با هم دیگه میکنه. خودتون اون بفرمایید. اکوپیشن از بقیه بالاتره دیگه. دقیقاً بیمه اون اکوپیشن بیشترین حق بیمه رو خواهد داشت، رگولار اکوپیشن کمتر خواهد بود و این اکوپیشن که ارزون ترین نوع بیمه های دیسابیلیتی هست. سوال فقط یه بعدی. سوال من بپرسم و اون اینه که بفرمایید. مبنای تفاوت اینها علیرغم شباهت های جزئی که با هم دیگه دارن متخصص بودن فرد بیمه شده است دیگه. بله، تخصصش در شغلی که داره انجام میده. بله. و از اینها دستش مشخص میشه. ما به عنوان مثال دندان پزشکا رو در اون اکوپیشن قرار میتونیم بدیم، پزشکان متخصص رو در اون اکوپیشن قرار میتونیم بدیم، پزشکا رو میتونیم قرار بدیم. اینها همش در شرکت های بیمه همشون تعریف دارن و این رو هم در نظر داشته باشید. یک نفری که یک پزشک هستش، یک پزشک متخصص، یک دندان پزشک، یا یه نفر اصلا طرف چیز متخصص انرژی اتمیه، یه تخصصی داره که تخصصش بسیار مهمه، اون فرد میتونه بیمه اون اکوپیشن بگیره، در عین حال میتونه بیمه رگولار اکوپیشن هم بگیره. صرف این که در دسته اون اکوپیشن قرار میگیره دلیل بر این نمیشه که الزام داشته باشه حتما اون اکوپیشن بیمش رو بگیره. این اختیار رو داره که یک دسته پایینتر یا دو دسته پایینتر هم بیمه خودش رو بگیره، اما هر چقدر میادش تو دسته های پایینتر حق بیمه کمتری میده و در نتیجه اطمینان خاطر کمتری براش ایجاد میشه. خب چند تا مثال زده از، حالا این رو هم بگم خدمت شما که یک موضوعی وجود داره تحت عنوان residual disability و partial disability. من اول از همه این residual disability و partial disability رو برای شما روشن بکنم که اینها چه تفاوتی با هم دیگه دارن. residual disability یا حالا یه فردی دچار دیسابیلیتی شد، بعد از اینکه حالا دیسابیلیتیش خوب شد برگشت سر کار، یا نه اصلا دیسابیلیتیش به نوعی بود
که باعث می شدش که درآمد این فرد 20% کاهش پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی یک نفر به عنوان مثال دچار یک توی یک ورهاوسی داره کار میکنه، مثال حالا همین مثال امروز شد ورهاوسی، داره در یک ورهاوسی کار میکنه، چون دچار کمردرد شده چاره ای نداره این جز اینکه به عنوان مثال 1 ساعت کمتر در روز کار بکنه، 1 ساعت زودتر بره خونه. اینی که 1 ساعت زودتر میره خونه باعث میشه که 20% درآمدش کاهش پیدا بکنه. و اینجا هستش که مفهوم residual disability ایجاد میشه. یعنی بابت اون تایمی که از دست داده درآمدی که کاهش پیدا میکنه میتونه دیسابیلیتی بگیره، به شرط اینکه در بیمه نامش این موضوع وجود داشته باشه. و پارشیال دیسابیلیتی این هستش که 50% در حقیقت حقوق رو بهش میده. رزیجوال دیسابیلیتی دقیقا میاد نسبت میگیره، میگه که یا کمتر از 50% که میادش بر اساس اون رزیجوالش رو حساب میکنه، ببینه که چقدر باقی مونده که داره خودش درآمد بره و الباقیش رو بهش میده. ولی پارشیال دیسابیلیتی این هستش که یک فردی نمیتونه کار بکنه، به قول معروف فول تایم نمیره، داره نیمه وقت میره، به جای اینکه 6 روز در هفته کار بکنه 3 روز در هفته میتونه کار بکنه. توانایی کار کردنش در اثر اون حادثه یا اون بیماری به نوعی کاهش پیدا کرده که درآمدش به 50% رسیده، یعنی درآمدش که نه، مدت زمانی که میتونه کار کنه به 50% رسیده و این باعث میشه که اون فرد بیشتر از 50% دیسابیلیتی رو نتونه دریافت بکنه که در اصطلاح بهش میگن پارشیال دیسابیلیتی. پس پارشیال دیسابیلیتی حتما 50%، رزیجوال دیسابیلیتی درصد داره، این درصدش هم کمتر از 50% هست. خب ما در مورد رایدرها عرض کردم خدمت شما، موضوع اون ترم های قرارداد که بندهای خود قرارداد هستن، اون چیزی که قرارداد تحت پوشش میده، و رایدر اون متمم که نه، اون چیزهایی هستن که روی خود قرارداد اضافه میشه. این رایدرها انواع مختلفی دارن، خب خیلی بیشتر از اینهایی هستن که اینجا ما میگیم، ولی موضوعات بسیار مهمشون همینا هستن که در امتحان هم قطعاً 1 2 تا 3 تا سوال از رایدرها خواهید داشت. اولین و مهمترین رایدری که در موردش صحبت میکنیم رایدر کولا، COLA، رایدر کولا، Cost of Living Adjustment. یعنی من یک بیمه نامه‌ای رو گرفتم و قرار هستش که این بیمه نامه به من ماهی به عنوان مثال $5,000 در زمانی که دیسیبل میشم پرداخت بکنه. اگر رایدر کولا روی این بیمه نامه فعال شده باشه، این بیمه امسال به من ماهی $5,000 میده. سال آینده این رو بر اساس کاست آف لیوینگ که بیشتر بر اساس اون معیار و نرخ تورم و اون اعداد هستش، این رو افزایش میده، یعنی میاد این رو اصلاح میکنه بر اساس کاست آف لیوینگ. 2 نوع مختلف پیدا میکنه. یک نوعش هستش که به صورت ثابت شما میتونی بگید که این رو ماهیانه مثلا سالیانه 2%، 5% یه عددی افزایش بده، یا میتونیم این رو بذاریم بگیم بر اساس افزایش نرخ تورم این رو افزایش بده. پس این شد رایدر کلا. رایدر بعدی که ممکن هستش روی بیمه ها اضافه بشه معروف هست به رایدر AD&D، Accidental Death and Dismemberment. این Accidental Death and Dismemberment کی فعال میشه؟ زمانی که یک فرد در اثر حادثه فوت بکنه، یا یک زمانی که فرد دچار قطع عضو بشه، یک عضوی از بدنش رو در اثر یک حادثه از دست بده. اصولاً 1 انگشت رو اینها عضو حساب نمی کنن، از مچ دست به اونور اگر قطع بشه رو عضو حساب میکنن، و این هم در زمانی فعال میشه، تریگر میشه که خب بر جهت یا فوتی در اثر حادثه اتفاق بیفته یا یک عضوی قطع بشه. تو خود قرارداد اصلی نیست، رایدره.
و نکته مهمش این هستش که در حقیقت اون injury must manifest within تا 1 سال اول بایستی بعد از حادثه‌ای که رخ داده یا اون فوت اتفاق بیفته یا اون قطع عضو ایجاد بشه. به عنوان مثال یک نفری امروز یک تصادف رانندگی براش اتفاق میفته و دچار ضربه مغزی میشه. این فرد اگر بیش از 1 سال زنده بمونه و بعد فوت بکنه، این رو به عنوان اکسیدنتال دث حساب نمیکنن. یعنی به هر طریقی زنده نگرش دارن، این دیگه زیر این موضوع نمیفته. اما اگر زیر 1 سال اون فوت اتفاق بیفته، من خیلی مثال اگزاجریت گفتم که کاملا به قول معروف بشه متوجهش بشیم. و رایدر بعدی رایدر ریترن آف پریمیوم هستش. این از همون جایی که اسمش مشخصه، ما میتونیم یک سری رایدرهایی رو در بیمه ما داشته باشیم که در صورت تحقق موضوعی که در اون رایدر قید شده، حق بیمه هایی رو که پرداخت کردیم شرکت بیمه به ما برگردونه. این رایدر میتونه به صورت پارشیال به ما برگردونه، میتونه به صورت کامل برگردونه. مثال یه بیمه‌نامه تهیه میشه، میگیم که اگر بعد از مدت 20 سال، این رایدر ریترن آف پریمیومش به این صورت باشه که اگر بعد از مدت 20 سال فرد از این بیمه نامه استفاده نکرد، یعنی دچار اون بیماری ها نشد یا از دیسابیلیتی که توی اونجا اعلام شده براش اتفاق نیفتاد، این رایدر عمل میکنه و حق بیمه هایی رو که داده بهش برمیگردونه. به اینجا میگیم return of premium upon health. یه دونه ریترن آف پریمیوم دیگه ای هم داریم که میگه ریترن آف پریمیوم آپان دث. ممکن هستش تعریف بشه که اگر فرد بیمه شده فوت بکنه و از این بیمه استفاده نکرده باشه، حق بیمه هایی رو که پرداخت کرده به بازماندگانش برگرده. رایدر بعدی رایدر ویویر آف پریمیوم هست. این برای اینکه تو ذهنتون بمونه ویویر آف پریمیوم چیکار میکنه؟ ویو یعنی موج. ویویر یعنی مثلا شما در نظر بگیرید میگه ویویر آف پریمیوم، یعنی مثل این موجهای دریا داره پریمیوم رو از ما دور میکنه. یعنی هر چی داره اون رایدر باعث میشه که پریمیوم از ما دور بشه، اصلا نیاز نباشه که پریمیوم پرداخت بکنیم. رایدر ویویر آف پریمیوم اگر فعال بشه، در اون مدتی که فعال هست نیازی نیست فرد حق بیمه رو بده، یعنی کوالیفاید اگر بشه نیازی نیست بده. به عنوان مثال ما میتونیم رایدر ویویر آف پریمیوم آپان دیسابیلیتی رو روی بیمه ها قرار بدیم. یعنی اگر فرد دچار دیسابیلیتی بشه، در زمانی که دیسیبل هست دیگه نیازی نیست حق بیمه پرداخت بکنه. اوکی. نکته بعدی که رایدر بعدی که میتونه وجود داشته باشه رایدر FPO Future Purchase Option هست. من توضیح بدم اینجا در موردی که FPO اصلا چه شکلی کار میکنه. Future Purchase Option. ببینید من امروز یک بیمه رو میخوام بگیرم. از نظر سلامتی شرایطم هم در شرایط نرمالی هستش که میتونم اون بیمه نامه ای رو که به عنوان مثال بیمه دیسابیلیتی رو که میخوام میتونم بگیرم. اما بیمه دیسابیلیتی، حالا جلوتر بهتون توضیح میدم، بر اساس میزان درآمد من مشخص میشه. چون طبق یک قاعده ای من بیش از 60% درآمد خودم رو نمیتونم بیمه دیسابیلیتی بگیرم. طبق قانون بیمه های دیسابیلیتی نمیتونن بیشتر از 60% درآمد فرد رو براش کاور بکنن. علتش هم اینه، میگن که اگر یک نفر دیسیبل شد نباید بیشتر از حقوقی که قبلا میگرفت یا همون رو بگیره، باید یه عدد کمتری بگیره که ترغیب بشه زودتر خوب بشه، وگرنه همه افراد جامعه دوست داشتن دیسیبل بشن و تو دیسابیلیتی بمونن، دیگه اصلا کاری پیش نمیرفت. در نتیجه من بر اساس درآمدی که امروز دارم و شرایط سلامتی که دارم میام یک بیمه دیسابیلیتی میگیرم که این بیمه دیسابیلیتی میخواد به من به عنوان مثال ماهی $10,000 پرداخت بکنه. اما در آینده
شرایط شغلی من، شرایط زندگی من تغییر خواهد کرد و من درآمدم از به عنوان مثال ماهی $20,000، این درآمد من به ماهی $50,000 خواهد رسید در اثر اون تغییراتی که اتفاق میفته. اما ممکنه که من شرایط سلامتی رو نداشته باشم که بتونم این بیمه رو بگیرم، مقدارش رو بیشتر بکنم، افزایش بدم. همزمان با گرفتن اون بیمه نامه اصلی من میتونم در بیمه هایی که اجازه میده رایدری رو اضافه بکنم تحت عنوان رایدر FPO Future Purchase Option. این رایدر در همون روز اول قرارداد به من اجازه میده که در آینده مقدار مشخصی که اونجا توش باز دوباره مقدارش هم مشخص میکنه در متن قرارداد، بتونم به این بیمه نامه خودم بدون بررسی پزشکی اضافه بکنم. یعنی مدیکال آندررایتینگ رو ازش حذف میکنه. اما موضوعات دیگه در محاسبه حق بیمهش سر جای خودش برقرار هست. به عنوان مثال من در سن 30 سالگی من یک دستیار دندان پزشک هستم. در سن 30 سالگی تو مدیکال اسکولم رفتم، درسم هم خوندم. اولش به عنوان به عنوان دنتال اسیستنت شروع به کار میکنم. خب درآمد خیلی زیادی ندارم، اما میدونم که در آینده من شغل دندان پزشکی رو شروع میکنم و درآمدم خیلی میره بالاتر. بیمه دیسابیلیتی رو هم همین الان که سنم پایین هست، سلامتی کامل دارم، میخوام بگیرم. من بیمه دیسابیلیتی رو بر اساس درآمد فعلی خودم میگیرم، رایدر FPO رو روش اضافه میکنم، یعنی همزمان که دارم میگیرم با FPO میگیرم. در آینده وقتی که من 40 سالم شد، در وقتی که من به عنوان مثال 35 سالم شد، درآمدم بیشتر شد، از این رایدر استفاده میکنم بدون اینکه مدیکال کوئسشنر داشته باشم، مدیکال آندررایتینگ انجام بشه. فقط بر اساس سن 40 سالم بیمه رو میگیرم، چون اصولا بیمه ها با افزایش سن، با بالا رفتن سن، حق بیمهشون اضافه تر میشه. نکته بعدی هم که تو ذهنمون بایستی باشه این هستش که یک بیمه رو در یک سنی من وارد میشم و اون بیمه رو میگیرن، حق بیمه من سن من که داره میره بالا نمیره. من تو همون به عنوان مثلا من در سن 30 سالگی یک بیمه رو گرفتم، حق بیمهش $80. این تا زمانی که اون بیمه نامه برقرار هستش و شرکت بیمه حق بیمه ها رو نبرده بالا، همون $80 میمونه. 50 سالم هم بشه همون $80. مهم که مهم attained age هست، یعنی زمانی که من دارم میگیرم بیمه رو به چه سنی رسیدم. این واضح بودش FPO، چون FPO هم یکی از مواردی که سوال حتما ازش خواهید داشت. اینجا ابهامی وجود نداره، ادامه بدم؟ بله ممنون. یکی دیگه از حالا اون که اونا در مورد دیسابیلیتی بودن، موضوع بعدی در مورد بیمه های کریتیکال ایلنسه که خیلی کوتاه هم در متن کتاب در موردش توضیح داده. بیمه های در واقع کریتیکال ایلنس عموما بیمه هایی هستن که آندررایتینگ دارن. حالا آندررایتینگ رو ما دیروز در موردش صحبت کردیم که اون فرایندی که شرکت بیمه بررسی میکنه ببینه آیا بیمه رو صادر بکنه یا بیمه رو صادر نکنه. بیمه های در حقیقت کریتیکال ایلنس بیمه هایی هستن که در صورت بروز یکی از اون عوامل مندرج در بیمه نامه یک عدد لامسام پرداخت میکنه. اصطلاح لامسام رو یادتون باشه، یعنی یک عدد یک جا پرداخت میکنه. مثل بیمه های دیسابیلیتی نیستش که برای یک مدت زمانی بخواد بهشون حقوقی رو پرداخت بکنه یا رقمی رو بده. بیمه به صورت یک جا عدد رو پرداخت میکنه. هدفش هم این هستش که در حقیقت اون چیزی رو که اون دارایی رو که افراد دارن توی مدتی که دچار این بیماری شدن از دست ندن، در حقیقت بتونن هزینه‌های یک مدتی از زندگیشون رو داشته باشن و چیز داره دیگه، مرمر فلکسیبل هم هستش، میتونن انتخاب‌های مختلف داشته باشن. این بیماری‌های خاصی که ازش صحبت میشه مثل سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی،
و اتفاقاتی که برای قلب میفته و اینها تعدادش بسته به نوع قرارداد میتونه متفاوت باشه. یک تفاوتی داره این با بیمه های، در حقیقت اشاره کوتاهی هم در کتاب میشه به Long Term Care LTC، در اصطلاح بهش میگن LTC. بیمه های Long Term Care بیمه هایی هستن که به صورت ماهیانه پرداخت میکنن، برخلاف بیمه های کریتیکال ایلنس که یک چیزی به صورت لامسان پرداخت میکنن. LTC به صورت ماهیانه پرداخت میکنه. کی اکتیو میشه؟ زمانی که فرد دچار یک نوع دیسابیلیتی بشه که این دیسابیلیتی یا پرمننته یا میتونه به قول معروف خیلی مدت زمان زیادی طول بکشه. اینجا این بیمه ها اکتیو میشن، فعال میشن و به افراد پرداخت میکنن. این که اصلا هیچ نکته مثلا مهمی توی امتحان نیستش، این جدول مهم هستش. ببینید بیمه های کریتیکال ایلنس یک مبلغ، اختلافات و تفاوت هایی بین کریتیکال ایلنس و LTC رو داره اینجا میگیم. بیمه های کریتیکال ایلنس برای تزریق یک پول یک جای یک دفعه برای اون که فردی که زنده مونده، دچار بیماری شده ولی زنده مونده، بهش کمک میکنه. ولی بیمه های LTC مبلغی رو به صورت زماندار به فرد پرداخت میکنه برای اینکه در زمانی که توانایی کار کردنش رو طولانی مدت از دست بده، هزینه‌های زندگیش رو بتونه پرداخت بکنه. میبینیم که بیمه های کریتیکال ایلنس لامسام میدن، بیمه های LTC مدتدار پرداخت میکنن، ماهیانه پرداخت میکنن. به صورت نرمال بیمه های کریتیکال ایلنس و بیمه های LTC یک دوره انتظاری دارن، در حقیقت بهش میگن waiting period. در بیمه های کریتیکال ایلنس بیشتر این دوره waiting periodش به ممکن هستش که شما این رو به عنوان survival period هم در امتحان ببینید. این یعنی چی؟ یعنی که فردی دچار یک بیماری حاد شد، یک نفر دچار بیماری کنسر شد، این بیمه میگه من در صورتی عدد رو پرداخت میکنم که این هزینه های زندگی خودش رو بخواد کاور بکنه، یعنی فقط باید زنده بمونه. پس میگه اگر بعد از ابتلا به بیماری کنسر این فرد، یعنی بعد از اینکه تشخیص دادن این فرد 30 روز زنده موند، بعد من این عدد رو پرداخت میکنم. اما اگر فرد زنده نموند، میگه اصلا نقش من، کار من این نیستش که من بخوام فوت یک نفر رو کاور بکنم. من برای این هستم که دچار بیماری شده بتونه هزینه های زندگیش رو بده، فشار مالی کمتر داشته باشه، مجبور نشه خونش رو بفروشه خرج دوا و درمونش بکنه. پس به عنوان مثال این سروایوال پریود یا همون ویتینگ پریود در بیمه های کریتیکال ایلنس 30 روز و در بیمه های LTC 180 روز هستش. در بیمه LTC میگه اگر فردی بیش از 180 روز این در حقیقت چیزش دیسابیلیتیش، اون عدم تواناییش طول بکشه، من میتونم شروع کنم به پرداخت کردن. و در حقیقت مدت زمان پرداختش هم بیمه کریتیکال ایلنس که اصلا یک نوبت پرداخت میکنه، ولی بیمه های لانگ ترم کیر میتونه 2 سال یا مثلا 5 سال باشه و حالا میتونه مواردش رو هم مشخص بکنه که یا مثلا بگه تا زمانی که اصلا این فرد ایمپیرد هستش بهش پرداخت بکنن. ما 6 تا کار اصلی هستش، 5 تا کار اصلی هستش که در طول روز هر فردی باید بتونه انجام بده، شامل خوردن آشامیدن، استحمام کردن، دستشویی رفتن، از بستر بیدار شدن، یعنی از بستر بیرون اومدن، راه رفتن. این بیمه های LTC میگن که اگر یک نفر 2 کار از این 5 تا رو نتونست انجام بده یا یک نفر خودش به تنهایی نتونست هر 5 تاش رو انجام بده، من تریگر میشم و شروع میکنم به پرداخت کردن. سوالی تا اینجا نیست؟ خب بریم
مرحله بعدی که در کتاب هم در موردش به صورت گروپ پلان و ایندیویدوال پالیسی ها در موردش صحبت میکنه. من یه نکته کلی رو بگم خدمتتون. ایندیویدوال پالیسی هایی هستن که فرد بیمه شده مستقیما با شرکت بیمه طرف قرارداد میشه و این بیمه رو گرفته، هزینه های بیمه رو خودش داره پرداخت میکنه، بیمه هم مستقیما بنفیت رو به فرد پرداخت میکنه. کانترکت 100% بین بیمه شده و شرکت بیمه است. اما گروپ پلن ها بیمه هایی هستن که کارفرما یا یک گروهی از افراد، ممکن هست کارفرما نباشه، ممکنه یونیون باشه، ممکنه یک مثلا یه هلدینگی باشه، اون میادش یک کانترکت رو با شرکت بیمه ساین میکنه که بهش میگن مستر پلان. این مستر پلان رو هم تو ذهنتون باشه. مستر پلانی آماده میشه، با اون بر اساس اون مستر پلان اینها میتونن ممبر اضافه بکنن. پس یعنی یک نفری که یک گروپ پلان میگیره کانترکت بیمه نداره، ممبر اون گروه شده و چون ممبر گروه هست میتونه از یک سری مزایاش استفاده بکنه. مزایایی که توی اون بیمه نامه، توی اون مستر پلان هست، میتونه استفاده بکنه. این بیمه های گروهی میتونن به صورت های مختلفی باشن، یعنی افراد اون ارگانیزیشن، اون گروه، اون پلان منیجری که وجود داره، پلان ادمنستریتوری که وجود داره، اون پلان میتونه دسته های مختلفی رو از پوشش رو در نظر بگیره. به عنوان مثال بگه که من برای مدیران اصلیم پوشش هایی روی دارم تا سقف $5,000 $10,000 برای دیسابیلیتی، یا پوشش های دیگه برای کارمندهای رده میانی پوشش های دیگری رو در نظر میگیرم و برای دیگران کارمندهای رده پایینتر پوشش های کمتر و به شکل دیگری رو در نظر بگیرم. یا بیاد اینها رو بر اساس ریسک هایی که افراد دارن دسته بندی بکنه، بگه یک سریا اکسیدنت پرون هستن، بگه اینها رو در برابر حادثه بیمه میکنن، یک سریا سیکنس پرون هستن، در برابر بیماری اونها رو بخواد پوشش بده. پس میتونن توی گروپ پلان دسته های مختلفی رو ایجاد بکنن. اما اینجا ممبر، یعنی همون فردی که بیمه شده به قول معروف داره از این سرویس استفاده میکنه، اجازه نداره تغییری در ترم قرارداد ایجاد بکنه. یعنی باید حتما طبق همون مفادش باشه. اما در بیمه های ایندیویدوال افراد میتونن نوع بیمه رو که میگیرن، مقدار پوششش و همه اینها رو تغییر بدن. نکته بسیار مهم، شما به من بگید ایندیویدوال پالیسی رو پولش کی میده؟ حق بیمه رو کی پرداخت میکنه؟ خود شخص. در گروپ پلن کی پرداخت میکنه؟ امپلویر یا همون هولدینگ یا جایی که ارتباط اوکی. هست با اینشورر. دقیقاً ایمپلویر پرداخت میکنه. اما اینجا هستش که یک نکته رو در نظر داشته باشید. گروپ پلن ها دو نوع پیدا میکنن. یک نوع گروپ پلن های کانتریبیوتری هستن، یکی گروپ پلن های نان کانتریبیوتری هستن که حالا تو اسلاید های دیگه این رو بهتون نشون میدم. کارفرما ممکنه بگه که تمام حق بیمه رو من خودم دارم پرداخت میکنم و پرسنلم رو دارم تحت پوشش قرار میدم. کارفرما ممکنه بگه که نه، 50% رو من میدم، 50% دیگه این بیمه تکمیلی که دارم براتون میگیرم در گروپ پلن خودتون پرداخت بکنید. اینجا هستش که موضوع تکسش پیش میاد. اگر گروپ پلن همش توسط کارفرما داره پرداخت میشه، بنفیتی که فرد میگیره به قول معروف تکسیبل هستش، یعنی اون رو به عنوان درآمد اون سالش باید اظهار بکنه و روش مالیات بده. یعنی اگر ببخشید مثلا صحبتتون، یعنی اگه کارفرما پرداخت کنه امپلوی باید تکسش رو بده؟ نه، ببینید کارفرما پرداخت بکنه، کارفرما داره حق بیمه رو میده. بله.
بنفیتی که فرد میگیره یعنی چی؟ کارفرما حق بیمه رو داره میده، این فرد دچار آسیب شد 6 ماه نمیتونه کار بکنه، این بیمه بهش حقوق میده، اون حقوقی که داره بهش میده رو باید روش مالیات بده. خب مگه مالیات ازش کسر نمیشه از طرف کارفرما وقتی به شخص داده میشه؟ نه، نکتهش هم اینجاست دیگه. اوکی. وقتی و این رو کارفرما داره پرداخت میکنه از درآمد میشه برای اون فرد میشه درآمد قبل از مالیاتش. درسته. ببینید نکته کلیدیش اینجاست. اگر فردی بیمه ای رو داره که این بیمه بابت اون حق بیمه ای که داره بابت اون بیمه پرداخت میکنه، مالیات اون پولی که داره بابت حق بیمه رو میده اگر پرداخت کرده باشه، بنفیتی که میگیره بنفیتش معاف از مالیات. اما اگر حق بیمه ای که داره پرداخت میشه، اون فردی که بیمه شده بابت اون حق بیمه ای که داره پرداخت میشه مالیات بر درآمد نداده باشه، زمانی که داره بنفیت میگیره باید بده. اوکی. پس یعنی فهمیدم. مشخصه این مالیات رو باید داد، یا زمانی که اون مالیات رو من قبل از اینی که حق بیمه رو پرداخت بکنم مالیاتمو دادم، این شده پول تمیز مالیات داده شده، با پول مالیات داده شده من بیمه رو میخرم، دیگه بنفیت میگیرم مالیات نمیخواد بدم، خسارت دارم میگیرم از بیمه مالیات نمیخواد بدم. اما اگر پولی که بابت حق بیمه رفته مالیات بر درآمد روش داده نشده، پس من وقتی ازش خسارت میگیرم بایستی مالیات بدم. این تا اینجا شست و رفتش مشخصه. پیچیدگیش زمانی ایجاد میشه که کارفرما میگه 50% رو خودت بده، 50% رو من میدم، 1% رو تو بده، 1% رو من میدم. اینجا اتفاقی که میفته اینه، دو حالت پیدا میکنه. کارفرما میگه انقدرش تو بده، اونقدرش رو من میدم، بابت اون قسمتی که کارمند میخواد بده، یا کارفرما میاد اول مالیات به قول معروف بهش حقوق میده، از حقوقی که میخواد بهش بده کسر میکنه و خودش واریز میکنه، یا اینکه نه خود فرد رو موظف میکنه که اون عدد رو پرداخت کنه، که اصولا حالت اول اتفاق میفته و از حقوق افراد کسر میکنه و کارفرما خودش واریز میکنه. اگرچه که کارفرما کل حق بیمه رو داره مستقیما به شرکت بیمه میده، ولی از اونجایی که یک قسمتیش رو از اون فرد استخدام خودش داره، از ایمپلوی خودش داره کسر میکنه، بابت اون قسمتی که از ایمپلوی کسر شده کارفرما اجازه نداره که اون رو به عنوان هزینه‌های خودش اظهار بکنه و تکس دیداکتیبلش بکنه. و همینطور فرد بیمه شده هم زمانی که خسارتی براش اتفاق افتاده داره میگیره، بابت اون درصدی که از خودش کم شده نیازی نیست مالیات بر درآمد بده، ولی بابت اون قسمتی که کارفرما داره سهمش رو پرداخت میکنه توی حق بیمه بایستی مالیات بده. روشن بود؟ بله این روشنه. فقط یه نکته ای هست. موضوع اینه که شما فرمودید شرکت پس حق بیمه رو مالیات نمیده، بنابراین حتی اگر به صورت کانتریبیوتری بخواد این پول پرداخت بشه، اون سهمی که من به عنوان کارگر دارم میدم بیمهش رو شرکت مالیاتش رو کم میکنه ولی مال خودش رو کم نمیکنه. پس من وقتی 10 تومن خسارت میگیرم، 5 تومنی که شرکت داده رو باید باز مالیاتش رو به دولت بدم. بله. بسیار عالی. پس اینجا شرکت عملا این رو از ابتدا به من میگه من اگرم از جانب خودم بدم، مالیاتی روزی رو که تو میخوای خسارت بگیری رو هنوز به عهده خودته و باید بدی. این یه سیاست کلی و ثابتیه. پس آره نه، اصلا این چیزی نیستش که شرکت بخواد در موردش بگه، این چون بند مقررات هستش، زمانی که فرد داره تکس خودش رو فایل میکنه این موضوع رو هم بایستی در نظرش بگیره که این رو هم اعلام بکنه. درست. ممنون. بعد تو آره. مدتی که داره خسارت میگیره، شرکت که دیگه بهش حقوق جداگانه ای نمیده. نزدیک شرکت که اصلا حقوقی پرداخت نمیکنه. دقیقاً. آره در حقیقت بیمه کرده که تو اون شرایط حقوقی نده بله. دیگه. پس بنابراین فقط یک مالیات داره بله. پرداخت اگر میشه، اونم مالیات خسارتیه که اخذ شده.
دقیقا اگر بیمه نوع بیمه دیسابیلیتی باشه، ممکنه بیمهش کریتیکال ایلنس باشه، ممکنه بیمه دندون پزشکی باشه، که حالا ما جلوتر داریم تو گروپ پلن ها بیمه هایی هستش که هزینه های دندون پزشکی رو کاور میکنه. اون هم همینطور هستش، مگه بره یه بنفیت رو دریافت بکنه بایستی اون رو هم در موردش مالیاتش رو پرداخت بکنه. بسیار عالی. یعنی چه یه جا بگیره چه ماهیانه بگیره مالیات رو بخور، بله یعنی بله باید داد. مرسی. بله خواهش میکنم. خب توی بحث کلیم دیروز هم صحبت کردیم. اگر فردی دیر کلیم بکنه، یعنی بیش از 1 سال طول بکشه که کلیم بکنه، اگر در حقیقت اون لاس اتفاق نیفتاده باشه، نتونه ثابت بکنه که اون چیز رو از دست داده، اون لاس اتفاق افتاده، خب کلیم پرداخت نمیشه. و اینجا اون نکته هستش که من گفته بودم خدمتتون. در بیمه های دیسابیلیتی یک قاعده کلی وجود داره و اونم این هستش که بیشتر از 60%، اینجا توی دیسابیلیتی اینشورنس توی این قسمت میبینید در سمت چپ، بیشتر از 60% درآمد فرد رو بیمه دیسابیلیتی نمیتونه کاور بکنه. یعنی در زمانی که دیسابیلیتی اتفاق میفته حد اکثر 60% درآمد فرد رو میتونه بهش پرداخت بکنه. بیمه های لانگ ترم کیر هم بر اساس اینکه نوع بیمه نامه چجوری باشه، از ADL ها یعنی اون کار فعالیت های اصلی روزانه اگر بیشتر از 180 روز مختل بشه، بر اساس ترمش ممکن هستش 2 تا فعالیت از 5 فعالیت باشه یا 5 فعالیت از 5 فعالیت رو فرد در طول زندگی نتونه انجام بده بیش از 180 روز. بیمه LT در حقیقت LTC فعال میشه، تریگر میشه. و بیمه های کریتیکال ایلنس هم به محض اینکه اون بیماری تشخیص داده بشه و فرد 30 روز زنده بمونه اکتیو میشن و فعال میشن. یک قاعده دیگری هم هستش که الان توی این اسلاید ندارمش، اسلاید دیگری هستش، یک ست دیگه اسلاید ها هستش و اون قاعده میگه که ممکنه یک نفر یک بیمه دیسابیلیتی رو خودش داره، یه بیمه دیسابیلیتی هم در گروپ پلنی که کمپانیش بهش ارائه داده داشته باشه. اون قاعده میگه که خب هر کدوم اینا 60% درآمدش رو میتونن کاور بکنن. اما قاعده کلی دیگری که وجود داره این هستش که میگه all source of income نمیتونه بیشتر از 85% در حقیقت درآمد فرد باشه. یعنی چی؟ یعنی من از یک بیمه دیسابیلیتی بیشتر از 60% حقوقی رو که میگیرم، درآمدی رو که دارم، نمیتونم دریافت بکنم. از مجموع بیش از یک پالیسی دیسابیلیتی، یعنی از 2 تا دیسابیلیتی، 3 تا پالیسی دیسابیلیتی، از مجموع اعدادی که از اینها هم میگیرم نمیتونم بیشتر از 85% درآمدم رو دریافت بکنم. این هم واضح بود؟ بله ممنون. بله کاملا واضحه. مرسی. خواهش میکنم. خب بریم سراغ قسمت بعدی. خب یه استراحتی بدیم. اگر سوالی دارید، ابهامی دارید، من در عمل دارم استراحت به خودم میدم. بفرمایید که من سوالاتتون رو جواب بدم. خواهش میکنم، خسته نباشید. من که شخصا سوال خاصی هنوز تو ذهنم نیومده. مرسی. بله خواهش میکنم. یه نکته رو که دیروز من این رو دوباره شیرش بکنم، دیروز هم در موردش صحبت کردیم. البته دیروز خیلی مفصل در موردش صحبت نکرده بودیم. بیمه هایی هستش که توسط کارفرما ارائه میشه یا بیمه هایی هستش که توسط دولت ارائه میشه.
اینجا یک جدولی هستش، اینها کمک میکنه بهتون که بتونید اینها رو با همدیگه مقایسه بکنید. ما CPP رو داشتیم که دیروز در موردش صحبت کردیم، EI رو هم تا حدودی صحبت کردیم، WSIB که خب در آنتاریو WSIB هستش، در حقیقت اون ورکرز کامپنسیشن هستش که اینها رو صحبت کردیم. اینها هر کدوم یه تایم فریمی دارن برای پرداخت کردنشون. من چجوری میتونم از شر این خلاص شم؟ ببینید الان اینجا در مورد اون موضوع تکسی که من باهاتون صحبت کردم اینجا اشاره کرده، میگه که اگر ایمپلویی داره پرمیوم رو میده که خب هیچ چیزی نداره واسش، در واقع باید فقط تکسش رو بده. اگر ایمپلویر داره میده، ببینید تکسی نخواهد داشت. دیسابیلیتی بیشتر از 60% درآمدش رو فرد نمیتونه از یک پالیسی بگیره و از مجموعه پالیسی هایی هم که داره نمیتونه بیشتر از 85% رو از مجموع اون پالیسی ها بگیره. اون اکوپیشن و تمام اینها. در مورد رزیجوال دیسابیلیتی هم که صحبت کردیم و vertical illness و LTC رو هم گفتیم. موضوع بعدی بیمه های کمپانی هستن، بیمه هایی که یک کورپوریشن رو میخوان محافظت بکنن در برابر اتفاقاتی که میفته. اینجا البته یه اسلاید بهتری هم داشتم ازش، ولی همینجا میتونم بهتون بگم. ببینید ما یک سری بیمه هایی رو داریم که اینها هم ازش سوال تو امتحان میادش، لازم هستش که اینها رو هم بشناسیم. یک بیمه BOE هستش که در حقیقت بیمه بیزینس اوورهد اکسپنس. یک بیمه دیگر هستش کی پرسن هستش و حالا کی پرسن رو باید بدونیم که اینها هر کدوم چی هستن و چه کاری انجام میدن. اینجا اینجا بهتر شد. دیسابیلیتی بای اند سل اینشورنس هستش. این سه تا در حقیقت نوع بیمه رو ما بایستی باش آشنا بشیم. بیزینس اوورهد اکسپنس چی کار میکنه؟ میگه که اگر فردی که صاحب بیزینس هست، اونر بیزینس هست، دوچار دیسابیلیتی بشه و هر جهت خودش داره کار میکنه، تا زمانی که اون فرد بتونه توانایی خودش رو به دست بیاره، از بیماری نجات پیدا بکنه یا نه یک نفر دیگر رو بتونن جایگزینش بکنن، این بیزینس بایستی بتونه رو پای خودش وایسه و هزینه های خودش رو بده. این نوع استراتژی در بیمه ها رو بهش میگن بیزینس اوورهد اکسپنس، یعنی هزینه های بیزینس رو میخواد بده. نوع دیگر استراتژی دیسابیلیتی بای اند سل اینشورنس. کجا به کار میره؟ دو تا شریکن. این دو تا شریک یکیشون دچار دیسابیلیتی شد و نمیتونه کار بکنه، کل اون بیزینس که نباید بمیره، از بین بره. میادش این بیمه در حقیقت دیسابیلیتی بای اند سل با پرداخت کردن پول به قول معروف به اون کورپوریشن، به اون گروه کمک میکنه که بتونن سهم فردی که دچار دیسابیلیتی شده رو بخرن، که هم اون فردی که دچار دیسابیلیتی شده پولی گیرش میاد، هم اون بیزینس بتونه به فعالیت خودش ادامه بده. و کی پرسن اینشورنس چیه؟ کی پرسن اینشورنس یک فرد کلیدی هستش که در این مجموعه داره کار میکنه و کار داره حول محور اون فرد میچرخه و اون فرد کلیدی جز سهامداران شرکت نیست، جز افرادی هستش که به قول معروف کارمند اونجاست. اگر این فرد هم دچار بحران بشه، مشکل بشه، کل اون بیزینس دچار اختلال میشه. اینجا هم هستش که بیمه کی پرسن ایجاد میشه که برای اون فرد کی پرسن رو برقرار میکنن که اگر دچار مشکل و بحران شد، بیزینس دچار آسیب نشه. از محل پولی که از این بیمه دریافت میشه میتونن نبودن اون فرد رو تا زمان جایگزینیش به قول معروف اون بیزینس میتونه جبران بکنه و پوشش بده. من یه اسلاید دیگر رو هم برای شما باز بکنم که بتونیم در موردش صحبت بکنیم و اون هم
فونداسیون رو که صحبت کردیم، توتال دیسابیلیتی رو هم گفتیم، اون اکوپیشن رو هم گفتیم. این هم کاور کردیم. بله. و تقریبا تمام مواردی که توی کتاب هست رو برای شما کاور کردم، به غیر از موضوعات محاسباتی و الا این یه دونه‌ای که الان برای شما توضیح میدم بهتون. یه لحظه من این رو دوباره شیرش بکنم که شما این رو هم داشته باشید، بدونید که کجای کتاب و چه چیزی رو بایستی برید. دوباره تاکید میکنم هیچ نیازی نیست چیزی رو حفظ بکنید، همه اینها توی متن کتاب در اختیارتون هست و شما میتونید اونجا بهش مراجعه بکنید و ازش استفاده بکنید. خب، یک زمانی که یک نفر دچار یک حادثه میشه یا دچار یک بیماری میشه، این رو هم دفینیشن حادثه و بیماری رو هم لازم هستش بدونید. حادثه یه چیزیه که از بیرون بدن اتفاق میفته، بیماری یه چیزیه که از درون بدن اتفاق میفته. حادثه قابل پیش بینی نیست و قابل اجتناب هم نیست. فرد دچار یک بحرانی میشه، دچار یک دیسابیلیتی میشه. اینجا یک سری بیمه های مختلفی میتونن بیان فعال بشن و اکتیو بشن. این دیاگرامی هستش که میتونه ذهن رو بهش شکل بده. اولین چیزی که فعال میشه ورکرز کامپنسیشنه. ورکرز کامپنسیشن هیچ دوره انتظار یا ویتینگ پریودی نداره. این دوره ویتینگ پریود خیلی دوره مهمی هستش. اما در حقیقت ای آی از کی فعال میشه؟ ای آی دوره انتظار داره. ای آی میتونه در حقیقت دوره انتظارش، من خود من هم یادم نیستش، من دارم الان روی دیاگرام میگم، بایستی بریم مراجعه بکنیم به متن اصلی. فکر ای کنم آی 6 هفته است. 6 هفته 4 5 6. بله، ای آی الان این شکل هم داره همین رو میگه. شکل هم داره میگه که ای آی بعد از 6 هفته شروع میشه، یعنی بعد از 1 ماه و 14 روز میشه 6 هفته. یه ذره کمتر از اونم رفته. ای آی شروع میشه، ای آی دوباره طول مدت داره برای کاور کردن. ای آی از زمانی که شروع میشه تا پایان ماه 4 میتونه پرداخت، ماه 4 حادثه میتونه پرداخت بکنه، همون زمانی که ورکرز کامپنسیشن هم خاتمه پیدا میکنه. از اینجا هستش که بیمه های دیگه میتونن شروع بکنن و فعال بشن و کار بکنن، که اینها میتونن شامل بیمه LTC باشه که این میتونه بیمه LTC در همون لانگ ترم دیسابیلیتی، LTD لانگ ترم دیسابیلیتی باشه که این لانگ ترم دیسابیلیتی ها میتونه اون تا 3 سال هم میتونه پرداخت بکنه، یا میتونه CPP دیسابیلیتی باشه که اون هم اینجا داره پرداخت میکنه. و بیمه های LTC همونطوری که توی متن گفتیم خدمتتون از روز 180 میتونن آغاز به کار بکنن، یعنی از بعد از 6 ماه میتونن شروع بکنن به پرداخت کردن و اینها تا ادامهش دیگه تا هر زمانی که لازم هستش بر اساس اون پرداخت بکنن. اما میبینید این پوشش ها بیشتر از 3 سال پرداخت نمیکنن. فرد دچار یک اتفاقی بشه، اون چیزی که فوری به دادش میرسه ورکرز کام و ای آی هست. اون چیزی که در بلند مدت بهش کمک میکنه در حقیقت لانگ ترم دیسابیلیتی، بیمه هایی که به صورت انفرادی خود فرد داره، یا بیمه سی پی پی دیسابیلیتی بهش کمک میکنه، یا در حقیقت اون بیمه های LTC که ممکن هستش که خودش داشته باشه.
این دیاگرام کاملا واضح توضیح میده این رو. ببخشید این گفتین که نهایت تا 3 ساله، اگه کسی این بیماریش طول بکشه از 3 سال بیشتر چی میشه جریان؟ یعنی دیگه بیمه چیزی نمیده؟ نه دیگه، باید تحویل امام زمان می‌داد. دقیقا. یعنی به نوع بیمه بستگی نداره، مثلا بیمه خاصی نداره که حالا گرونتره یا اسپشیال تره ولی طولانی تر مثلا پوشش بده، همچی چیزی هم نداره. نه دیگه، ببینید الان تنها چیزی که فرد میتونه تحت پوششش قرار بگیره CPP دیسابیلیتیه. CPP دیسابیلیتی یه عدد بسیار ناچیزیه که این رو تا هر زمانی که اون فرد دچار دیسابیلیتی باشه بهش پرداخت میکنه. اون یه در حقیقت سرویس دولتیه، یک چیزی هستش که گاورمنت داره میده و بستگی هم به این داره که اصلا توی اون صندوق مشارکت کرده باشی یا نه. به نوعی CPP دیسابیلیتی زودتر از موعد فرد رو بازنشسته میکنه. در حقیقت CPP اون فرد رو زودتر از موعد بازنشستش میکنه در زمانی که CPP دیسابیلیتی میخواد بهش پرداخت بکنه. این اتفاقی هستش که میفته. ممنون. بله، خواهش میکنم. من اینجا پیداش کردم. خب من یه عذرخواهی میکنم از شما به خاطر اینکه شما شاید خودتون حس نکنید که چه اتفاقی داره میفته، ولی من خودم به شدت دچار گلو درد شدم و دیگه صحبت کردن به شدت داره برام سخت میشه. اما یک لحظه اگر اجازه بفرمایید یک مورد دیگه هم هستش که اون رو هم بگم و ادامه این موضوع رو بذاریم، برای اینکه اگر کاش یه فردی مایعات گرمی چیزی میخوردین، اینجوری گلوتون اذیت شد. الان باید برم دیگه، الان باید برم به خودم رسیدگی بکنم. البته بیمتون از روز 15 هم زودتر فعال نمیشه. نه متاسفانه ما در حقیقت، حالا من این رو بگم خدمتتون که شما هم خودتون در جریان باشید که چه اتفاقی میفته. به عنوان یک اینشورنس ادوایزر هیچ موقع شما نمیتونید بیمه دیسابیلیتی استفاده بکنید. علتش چیه؟ برای اینکه ما اینشورنس میتونیم استفاده بکنیم ولی بنفیت خیلی کمی میگیریم ازش. ما اینی اکوپیشن که نیستیم، درسته؟ یه لحظه من بیارم زوم رو بیارم که ببینم دوستان رو. با البته خب هیچ کس هم نمیتونیم ببینیم، ما فقط ببینید اینشورنس ادوایزر اینی اکوپیشن که نیست، در حقیقت اون اکوپیشن هم نیست، ما اون دسته وسطه ایم که آل اکوپیشن هستیم. ما میگه که دلار بای دلار، یعنی هر $1 در زمانی که دیسیبل شدی نمیتونی کار بکنی، هر $1 که خارج اون در میاری از بنفیتی که میخوام بهت بدم کم میکنم. ما اینشورنس ادوایزر ها یک بنفیت، یک سری درآمدهایی رو داریم تحت عنوان رزیجوال اینکام. من قبلا یه کانترکتی رو بستم با یک نفر رو بیمش کردم 5 سال پیش. الان داره اون بیمه ای رو که من 5 سال پیش دادم رزیجوال اینکام داره به من میده. اون فرد هر ماه که حق بیمش رو پرداخت میکنه یه درآمدی داره به حساب من میاد. اگرچه که من توانایی کار کردنم رو از دست دادم و نمیتونم کار بکنم، ولی درآمد من قطع نشده. معادل درآمدی که داره میاد از پولی که میخواد شرکت بیمه به من بده کم میشه. به خاطر همین مغروم به صرفه نمیشه که بخوایم بیمه دیسابیلیتی داشته باشیم. کسب میکنه ازش، من حق بیمه دارم میدم که بعدا نمیتونم ازش استفاده بکنم و متاسفانه اون اکوپیشن هم نمیتونیم بشیم که کاری به اون کار نداشته باشه. یه مثال دیگر رو بگم در مورد اینکام. ما یه چیزی داریم به اسم اکتیو اینکام و یه چیز دیگه داریم به اسم پسیو اینکام. این اکتیو اینکام و پسیو اینکام هم حواستون بهش باشه.
پسیو اینکام درآمدی هستش که من در زمانی که میتونم کار بکنم و درآمدی که اگه کار بکنم میگیرمش. پسیو اینکام درآمدی هستش که چه کار بکنم چه کار نکنم پسیو اینکامه داره میاد. مثال هایی که از پسیو اینکام میشه زد: یک نفر یک ملکی رو داره داده اجاره، کار بکنه اون اجاره میاد، کارم نکنه اون اجاره میاد. این میشه پسیو اینکام. من معراج مشاور بیمه هستم، کار بکنم بیمه انجام بدم، بیمه هایی رو که قبلا فروختم داره پولش میاد، کارم نکنم بیمه هایی که قبلا فروختم داره درآمدش میاد. پس پسیو اینکام چی شد؟ پسیو اینکام درآمدیه که چه کار بکنم چه کار نکنم دریافت میکنم. داشتن پسیو اینکام برای دسته any occupation مساوی هستش با اینکه هیچ بنفیتی دریافت نمیکنن. برای دسته all occupation میشه به همون مقداری که پسیو اینکام دارن از درآمدی که میخوان بگیرن کسب میکنه، و برای اون اکوپیشن هیچ تأثیری نداره. کسی که اون اکوپیشن هست $1,000,000 هم در ماه براش واریز بشه به خاطر ملک و املاکش یا هر چیز دیگه، ولی دچار دیسابیلیتی بشه کل حقوقش بهش پرداخت میکنن. در امتحان سوال اینجوری میپرسن: یک نفر استاد دانشگاه و جراح در بیمارستان هست. این فرد $6,000 از جراحی که میکنه در ماه درآمد داره و $5,000 هم از این تدریسی که در دانشگاه میکنه این فرد دریافت میکنه. این فرد بیمه ای رو داره از نوع own occupation. توانایی کار کردنش رو برای جراحی کردن برای مدت 1 سال از دست میده و این $6,000 رو نمیگیره. اما $5,000 که از چیز داره میگیره، دانشگاه داره میگیره، اون سر جای خودش هست. اگر این فرد دچار دیسابیلیتی بشه، شرکت بیمه آیا اون حقوقی رو که داره از جراحی از دست میده بهش پرداخت میکنه یا نه؟ میاد بله، $72,000 کامل میده. دقیقا این میشه جوابش. این جز سوالای امتحان حتما میادش. این موضوع هست و اینو من الان پیداش کرده بودم، میخواستم اینم شیر بکنم که ببینید، چون من خودم این مدلی هستم، تصویر رو که ببینم توی ذهنم قشنگ شکل میگیره. پس هر نوع اینوستمنتی میشه پسیو اینکام و بعد دقیقاً که نمیتونه اصلا چیزی بهش دقیقاً نمیدن، تازه مالیات هم باید بده. دقیقاً فقط یه سوالی که میمونه آقا معراج اینه که این اون به اصطلاح اون مدلی که طرف در حقیقت اون جاب occupation. اون آکیوپید هست، اون آه آیا عناوین مشخصی در اون کتگوری قرار میگیره یا شما انتخاب میکنید که کدوم باشید؟ نه، عناوین مشخصی هستش که توش قرار میگیره و من عرض کردم خدمت شما نوع شغلی که اون فرد داره بهش این اجازه رو میده که در اون اکوپیشن قرار بگیره یا بخواد بره در دسته دیگه خودش قرار بده. حتما باید یک سری مشاغل خاص باشن. درست، بسیار. بله، خواهش می‌کنم. ببینید، موضوع چیز رو که عرض کردم خدمت شما، all source maximum اینجا داره میگه که 85%، بیشتر از 85% درآمدش رو فرد نمیتونه در بیمه های مختلف در زمان دیسابیلیتی دریافت بکنه. این موضوع هم فقط برای بیمه های دیسابیلیتی هست، شامل پولی که از گاورمنت داره میگیره، پولی که از بیمه شخصی خودش میگیره، پولی که از گروپ پلنش میگیره. در هیچ زمانی از محدوده اون تایم فریمی که من بهتون نشون دادم فرد نمیتونه بیشتر از 85% حقوقی رو که در زمان کار کردن میگرفت در زمان دیسابیلیتی دریافت بکنه. یک نکته دیگه رو هم بگم خدمتتون. یک موضوع دیگه هم مطرح میشه توی بیمه هایی که
در حقیقت مثل بیمه های دندون پزشکی یا بیمه های extended health care. در بیمه های extended health care یک آیتمی وجود داره، دو آیتم وجود داره به اسم co-insurance و deductible. اینا من حالا برنامه‌م این بودش که توی جلسه بعدی که خواهیم داشت در مورد موضوعات محاسباتی بگم، ولی بد نیستش که این رو هم بدونید، خودتون یه مقدار راحت‌تر بتونید توی متن کتاب این رو متوجه بشید. extended health care هایی که deductible و co-insurance دارن مثل ضرب و تقسیم و جمع که اول ضرب انجام میشه، بعد به قول معروف یعنی اول پرانتز انجام میشه، بعد ضرب انجام میشه، بعد جمع و منها انجام میشه. دیداکتیبل هم حکم پرانتز رو داره. دیداکتیبل همون اول از مبلغی که بنفیت میخواد پرداخت بشه کسر میشه و الباقی رقمی که میمونه میادش دیداکتیبل ازش کم میشه، ببخشید کوینشورنس ازش کم میشه. این یعنی چی؟ یک نفر، حالا اینها سوالاتی که تو امتحان مطرح میشه به این شکلن که یک نفر یک بیمه دندون پزشکی داره. این در این بیمه دندون پزشکی $500 دیداکتیبل براش دارن. حالا 500 که نیست، مثلا $100 دیداکتیبل در نظر گرفتن برای $100 اولی رو که داره پرداخت میکنه برای دندون پزشکی، شرکت بیمه بهش پرداخت نکنه. دیداکتیبل یعنی این، یعنی میگه شما رفتید $2000 هزینه دندون پزشکی دادید، من $100 اولش رو بهت نمیدم، خودت از جیب خودت out of pocket باید پولشو بدی. $100 که گذشت رفت سراغ بقیه پولی که هزینه کرده، اینجا یک آیتمی به وجود میادش به اسم کوینشورنس. میگه اگر کوینشورنسش هستش که مثلا 80%، میگه اوکی 80%ش رو بیمه داره میده، ولی 20%ش رو شما خودتون باید پرداخت بکنید. پس اول از همه چی رو کم میکنیم ازش؟ دیداکتیبل رو کم میکنیم. الباقی مبلغی که باقی مونده ما میایم به اون نسبتی که کوینشورنس وجود داره سهم شرکت بیمه و سهم خود فرد رو حساب میکنیم. اینجا سوال ازتون میپرسه که این فرد رفته این کار دندون پزشکی رو انجام داده، بیمه‌ش هم میگه که دیداکتیبلش انقدره، کوینشورنسش هم انقدر درصده، این فرد چقدر باید از جیب خودش پول بده یا چقدر شرکت بیمه به این بابت این موضوع ریمبرس میکنه. اصطلاح ریمبرس رو هم یادتون باشه، یعنی از مبلغی که پرداخت کرده بهش برمیگرده. این محاسباتش محاسبات تریکی میتونه بشه، به خاطر اینکه ممکنه اشتباه بکنیم، اول کوینشورنس حساب بکنیم بعد دیداکتیبل بخوایم کم بکنیم. متن سوال رو با دقت بخونید. مثال های خیلی خوبی هم تو خود کتاب هستش، زمانی هم که ثبت نام میکنید اونجا مثال های خوبی زده. تو این زمینه سوالی دارید یا هنوز بهش بر نخوردید؟ واسه شروع نه ممنون، مرسی. خواهش میکنم. خب من اینجا آماده هستم، اگر سوالی هست بپرسیم، اگر و جواب بدم، اگر نه که ختم جلسه رو اعلام کنم. ممنون. فقط میخواستم